بسم الله الرحمن الرحیم. محمد عبداللهی هستم از مجموعه آموزشی فرادرس بخش آموزش HTML در خدمتتون هستیم. این قسمت دوم آموزش HTML هست و میخوایم راجع به تگ هایی تحت عنوان کلی تکست فرمتینگ با شما صحبت بکنیم. همونطور که میدونید بعضی وقتا نیاز پیدا میکنیم که یک حالات خاصی رو به متنهای خودمون اعمال بکنیم. به عنوان مثال من میخوام یک نوشته‌ای داشته باشم که بولد بشه. در قسمت اول دیدید که ما این کار رو میتونیم با فونت دش ویت انجام بدیم، اما تگی هم برای این کار وجود داره و اون تگ بی هست به معنای بولد. من یک سلام معمولی دارم نمایش میدم و یک سلام بولد شده که بتونید تفاوت اونها رو متوجه بشید. فایلمون رو باز میکنیم، میبینید که این سلام با این سلام تفاوت داره. البته دیگه در HTML بهتره که از طریق همون فونت دش ویت این کار رو انجام بدید و به نوعی دیگه کمتر از این تگ بی استفاده بکنید، ولی به هر حال این هنوز در HTML وجود داره. تگ دیگری داریم به نام تگ آی که این ایتالیکی میکنه متن رو. من همینجا به شما نشون میدم اجراش رو. تگ یو داریم به معنای آندرلاین که میتونه نوشته رو برای شما زیر خطدار بکنه. حالا اگه خواستیم هم بولد بشه هم ایتالیک بشه و هم آندرلاین، خب کافیه که اینا رو در کنار هم استفاده کنیم. اصلا فرقی نمیکنه که کدومو اول استفاده میکنید، ولی فرق میکنه که کدومو اول میبندید. ببینید وقتی تگ یو قبل از همه باز شده باید بعد از همه بسته بشه. بنابراین تگ آیو که دیرتر از همه بازش کردم باید زودتر از همه ببندم. به این نحوه تگ نویسی میگیم تگ های ول فرمد، یعنی خوش ساختار. اون وقت حالا نتیجه کار متنیه که هم زیر خط داره، هم بولده و هم ایتالیکه. تگ دیگری داریم مثل تگ استرانگ. این تگ استرانگ وقتی نگاش میکنید از نظر ظاهری کاملا مشابه بولده، هیچ فرقی با بولد نداره، اما در حقیقت یکی از تگ های معنایی هست. این تگ به نوعی تگ معنایی هست، سمنتیک هست، یعنی یک معنا و مفهومی رو به همراه خودش داره. وقتی ما داریم از تگ استرانگ استفاده میکنیم صرفاً به این معنی نیست که فقط میخوایم کلمه سلام بولد بشه. در حقیقت داریم به موتورهای جستجو میگیم که کلمه سلام در این صفحه دارای اهمیت ویژه است برای ما، یعنی در حقیقت داریم این کلمه سلام رو برای موتور جستجو بولدش میکنیم. طبیعتاً تمامی کلماتی که داخل تگ‌های استرانگ هستن برای موتور جستجو دارای اهمیت اونها رو ایندکس میکنه و بعداً در سرچ ها ازش استفاده میکنه. پس اگر میخواید سایت شما در موتورهای جستجو رتبه بهتری داشته باشه، بهتره که کلمات کلیدی خودتون رو مشخص بکنید و در متنتون اونها رو داخل تگ استرانگ قرار بدید. تگ معنای دیگری که وجود داره تگ EM یا emphasize هست به معنای تأکید. این هم با خودش معنایی رو به همراه داره، منتها به این شکل نیست که موتور جستجو بیاد از کلمات EM استفاده کنه برای سرچ ها، بلکه بیشتر برای معنا داره استفاده میکنه. به عنوان مثال شما میگید که مثلا ایران نقاط باستانی زیادی داره. حالا تأکید بر کدوم کلمه هست از این جمله؟ آیا تأکید بر روی ایرانه؟ یعنی با بگیم ایران نقاط باستانی زیادی داره و هیچ جای دیگری به پای ایران نمیرسه؟ یا باید بگیم ایران نقاط باستانی زیادی داره، یعنی اینکه تأکید رو نقاط باستانیه و اگر کسی میخواد بیاد ایران باید اول نقاط باستانی رو مد نظر قرار بده و مثلا آب و هواش خیلی خوب نیست، غذاش خیلی خوب نیست و سایر موارد. تگ های دیگری وجود داره مثل بیگ که اندکی سایز فونت رو افزایش میده
یا مثلا مثل small که اندکی سایز فونت رو کاهش میده. میبینید این بیگ هست، کمی بزرگتر شده، بولد نشده الزاما، و این هم اسمال هست، کمی ریزتر شده. تگی داریم، باز این هم دارای معنا و مفهوم هست، به نام تگ دل هست به معنای دیلیتد. مثلا شما فرض بکنید یک فروشگاهیه، حالا قیمتاشو داره تخفیف میده، به نوعی حراجی زده، من به این شکل نشون میدم. یعنی قیمت $100 حذف شد و به جاش $90 اومد، به این شکل نشون داده میشه. این هم باز دارای مفهوم و معنا هست که یه چیزی حذف شده و چیز جدیدی به جای اون اومده. تگ مارک داریم، من اینطوری بنویسمش، و اجراش هم ببینید که یک هایلایتی روی این مارک میخوره. باز علائمی مثل زیرنویس یا بالانویس داریم. فرض کنید من میخوام بنویسم که x به توان 2، به این شکل باید بنویسم. تگ سوپر اسکریپت هست که اندکی متن رو کوچکتر و بالاتر میبره. مثلا اگه بخوام بنویسم h2o، تگ ساب اسکریپت یا زیرنویس هست به این شکل. میبینید که زیرنویس میکنه. بحث کوتیشن ها رو داریم که اگه شما یک نقل قول ساده از جانب یک نفر دارید، میتونید اون رو در داخل مثلا فرض بکنید که تگ کیو یا تگ کوتیشن قرار بدید. ببینید نتیجه اجرا رو، مرورگر به طور پیش‌فرض اونها رو داخل کوتیشن قرار میده. و اگر مجموعه دارید که حالا بیشتر از یک جمله ساده هست، میتونید از بلاک کد استفاده بکنید. بلاک کد در حقیقت اتریبیوت سایت هم میگیره که میتونید منبع و مرجع اون رو اعلام بکنید. مثلا بگید که مثلا از مجموعه فرادرس گرفته شده است. حالا میتونید آدرس دقیق اون صفحه خاص رو هم اعلام بکنید. و بعد اینجا میتونید شما یک متنی رو بگذارید و مرورگر اون رو با یک تورفتگی نشون میده. یک تورفتگی نسبت به متن اصلی برای شما ایجاد میکنه و اون مطالب نقل قول شده رو در حقیقت داخل اون میگذاره. اگر این عبارتی که میخواید بنویسید یکم طولانیه یا چند بخشیه، میتونید از این حالت استفاده بکنید. تگ ابرویشن یا ABBR داریم که یک تایتل از شما میگیره. مثلا شما میخواید عبارت IRIB رو نشون بدید. خب IRIB مخفف هست. مخفف چی؟ Islamic Republic Iranian Broadcasting. IRIB رو که میبینه، شما میتونید با موس روش نگه دارید و بعد اون تایتل رو به این شکل به شما نشون بده. اتریبیوت تایتل تو خیلی از المنت ها و تگ های HTML وجود داره. مثلا شما حتی برای پی میتونید تایتل بذارید، برای پاراگراف و برای خیلی از المنت های دیگه. به هر حال میتونید از این تگ ابریویشن برای چنین مواردی استفاده کنید. تگ ادرس داریم، جایی که شما میخواید اطلاعات تماس بدید، میتونید از این تگ ادرس استفاده بکنید. جایی که دارید در حقیقت اطلاعات راجع به
آدرس یک مکانی میدید، اینطوری مرورگر میتونه بفهمه که این بخش راجب کانتکت اینفورمیشن هست، راجب اطلاعات تماس جایی هست. تگ سایت داریم. تگ سایت میتونه به عنوان یک اثر شناخته بشه. ببینید عنوان یک کار، عنوان یک اثر، مثلا شما میخواید بگید که فلان نقاشی نامی داره، یا مثلا فرض بکنید فلان کتاب یک اسمی داره. اون اسم میتونه مثلا در داخل تگ سایت قرار بگیره. مثلا من میتونم بگم که عنوان اثر 8 کتاب هست و بعد بیرونش بگم توسط سهراب سپهری. چون من اون تگ در حقیقت کرست رو نذاشتم، میبینید که اینجا داره به این شکل به شما نشون میده. این هم بگم که در HTML کیس سنسیتیو نیست. HTML به حروف بزرگ و کوچک حساس نیست. خب ببینید این عنوان 8 کتاب داخل سایت گذاشته شده و حتی موتور جستجو این رو به عنوان یک اثر خواهد شناخت. تگ کیبورد داریم. تگ کیبورد در حقیقت برای نشون دادن گرفتن یک ورودی از کاربر استفاده میشه. مثلا شما میخواین بگین که to open a file select. خب حالا موقع اینه که بگید برید از منوی فایل استفاده بکنید. به این شکل میگید kbd file open. این یک آیتمیه که میتونید استفاده کنید. البته استفاده از این آیتم ها الزامی هم نداره، ولی به هر حال میبینید که به شکل با یه فونت دیگری نشون داده میشه که به چشم کاربر شکیلتر و قشنگتره. کاربر عادت کرده در برنامه‌های کاربردی گزینه‌های فایل و اوپن رو با این فونت ببینه. در کنارش تگ سمپل داریم. تگ سمپل میتونه به عنوان نشون دادن خروجی کامپیوتر استفاده بشه که سمپ نوشته میشه. در حقیقت داره یک کامپیوتر آوتپوتی رو برای ما مشخص میکنه. مثلا میخواید بگید که خروجی اجرای این برنامه مثلا برابر با x مساوی با 35 هست. میتونید اینو داخل تگ سمپل بگذارید که حالا با اون فونت خاص و با اون شکل و قیافه نشونش میده و به هر حال همه اینها یک معنایی رو هم در دل خودشون دارن. اگر هدفتون این هست که بر روی صفحه وب یک قطعه کد کامپیوتری رو نشون بدید، میتونید از تگ کد استفاده بکنید. مثلا فرض بکنید من میخوام یک قطعه کد جاوا اسکریپت بنویسم. میگم مثلا ور آی مساوی با 0 و بعد میگم که document.get element by id حالا صرف نظر از اینکه این کد داره چه کار میکنه، میخوام که به شکل فونت زبانهای برنامه نویسی نشون داده بشه. میبینید که داره این کار رو انجام میده. الان دقیقاً در جاوا اسکریپت موقعی که شما برنامه نویسید با یک همچین فونتی و با همچین استایلی طرف هستید. دیدید که من اینجا اومدم چیکار کردم؟ بریک گذاشتم. شما اگر بخواید که این وایت اسپیس ها حفظ بشن همینطوری، میتونید اونها رو داخل تگ پری هم قرار بدید. پری این وایت اسپیس ها رو همون جوری که نوشته میشن واقعا نشون میده. ببینید دقیقاً تمامی وایت اسپیس ها رو رعایت میکنه. اون تب ها رو رعایت کرده، این انتر این بین اینها رو هم رعایت کرده و دیگه نیازی نیست شما از تگ بریک و یا مثلا اسپیس های اضافی استفاده بکنید. بعد از اینها تگ ور داریم. تگ ور میتونه یک فرمول ریاضی رو مشخص بکنه. مثلا شما میخواید بگید که ای برابر است با MC سوپراسکریپت 2. بهتره این رو داخل تگ ور قرار بدید
که ببینید به شکل یک فرمول ریاضی و با همون فونت ها با همون استایل ها این رو به شما نشون میده. تگ های دیگری هم برای تکست فرمتینگ استفاده می شده، مثل تگ فونت، مثل تگ سنتر، مثل تگ استرایک، که همه اینا داخل HTML5 منسوخ شدن و دیگه شما نباید از اینها استفاده بکنید. بنابراین در آموزش ما هم جایی ندارن. به عنوان تگ های تکست فرمتینگ فکر می‌کنیم اینهایی که گفتیم کفایت بکنه و به اندازه کافی کار شما رو حل بکنه. انشالله در قسمت‌های بعدی راجع به مباحث بعدی HTML صحبت خواهیم کرد. متشکرم از اینکه به این ویدیو توجه کردید.